خانه این ساکنان سردتر از بیرون است. از این رو از سحر تا شام از نورهای آفتاب گرم می شوند. در محله چیمتپه ناحیه رودکی ساعت 8 صبح برق خاموش شده تا 12 ساعت مردم از آن محرومند. او روز اگر باور کنین ساعت 6-4 میاد، ای 4-5 ای 5-6 ساعت باور میکنین 12 ساعت ما سوید نداشتیم. حتی کودکان میداش ما چیکار که من نمیدونم. یک حادثه خنک بود خونه دا نه گاز بود نه یگان چیزی که میشون یگان چیز میساب کنیم اینجا خیلی حال بسیاری امروزی. این ساکنان میگویند در محله آنها به سبب نزدیکیش به شهر دوشنبه لیمیتی برق جاری نمیشد. هنگامی که از مسئولین خواستند وضعیت را شرح بدهند، بعد جواب آنها خود را تحقیر دیده حسابیدند. زنگ زده گفتم که باور میکنین که شما ما را نمیگین، برای چی ما را آگاه نمیکنین بعد بکشین برقه. گفتن که هر یک تا شما را همه بخشش ما بسیارین. مفتو ما رئیس محله داریم. برای چی رئیس محله ما دا آگاه نمیکنن که مثلا ما محله ما را بگه ما را مثلا آگاه کنن خیلی ما پیش بینی کنیم ممکن خیلی یگان چوه میکنیم یگان افقاد میکنیم. این ساکنان میپرسند چرا شرکت‌های دولتی نزد مشتریانشان عهده‌داری‌های خود را اجرا نکرده چنین مناسبتی سرد دارند. تشکیلات خدمت رساننده عهده‌دار است که استعمال کننده را فوراً آگاه نماید، یعنی نه اینکه پیشکی بلکه فوراً. مشتری ها میگویند پیوسته حقوق هایشان پایمال میشوند. بسیارتر در همین اتوبوس و میکرو اتوبوس ها بسیارتر استفاده کرده می شود وقتی که ما پولی زیادی با آن میدیم و ما بقیه پولی نمیدهند. خیلی حالات میشه که بسیار میگیرن استودنت ها دیر میمونن و میگم مجبورن قوا کردن میدارن و میگم خس ور نشه زیادتی چی در کار اوری نمیشه یگان کار حال میشه اینجا گو خر بردن برسودی آدم برسودی هم خیلی گپا میگه هیچی میگن خیلی نپارت تاکسی رو. ریاست حمایه از حقوق استعمالگران در خدمات ضد انحصاری به ساکنان توصیه می‌دهد که در حالت نقض حقوق‌هایشان به مقامات دخلدار و یا دادگاه شکایت برند. حقوقی آنها سطح دانشی حقوقی آنها خیلی بلند است و یا الکی میتونن بیوسته خودشون مراجعه کنند به همون تشکیلات‌های گوییم که تشکیلات خدمت رسان یا اینکه عموما تشکیلاتی که بیوسته همین تشکیلات خدمت رسان رو نظارت میکنند. به گفته مسئولین این نهاد حامی حقوق استعمالگران بی‌پروایی و یا برخوردی نه چندان جدی ساکنان به چنین قاعده شکنی‌ها که بعضی‌ها هم میگویند به این مشکل عادت کردند حفظ حقوق آنها را مشکل کرده است. مشتریان میگویند به بررسی شکایت‌های خود باور ندارند چون که شکایت‌های آنها جز سرگردانی برایشان چیزی نمی‌دهد. میگه که ای وای لیمیت یگان جا نیست. یگان جا لیمیت ندارن. نه که من دیلشو با ما نسه. بعد کودکای مایده درون گاورا بسوزه. شرکت‌های دولتی در تاجیکستان دائما برای خدمت رسانی نامعتدل تنقید می‌شوند. دو سمت آبرسانی و برق دلایل اساسی این انتقادهایند.